ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм. гуфтори 41. ریم همچون دولتی مقتدر دعوای امپریایی یگانه جهانی ساختن داشت و از همین خاطر جنگ و جدالهایش با دولتی پارت افزوده شکستی شرمنده‌باری سرلشکرش کرس را بخشیده نمی توانست. زیرا в Европе и странах Средиземного моря на римское государство даже еще до того, как оно стало империей, смотрели как на своего рода сверхгосударство, которому подчинены все прочие. Его престиж был так велик, что правители некоторых стран, таких как Пергам, греческие государства в Малой Азии, а также Египет, фактически преподнесли свои страны в дар римскому народу. Рим представлялся им всемогущим и неодолимым. دولت پارت در کنارهای دریای دجله و فرات چون پاسبانی توانای مملکت پهناوری شرق با امپریای توانای ریم سربسر شده، سری راهی ضبطکاری های امپراتوران و سرلشکران مغرور و شهرت طلب آن را می بست. از همین خاطر کینه و عداوت سرلشکران غاصب ریم افزوده، اکثر آنها پیوسته به سرزمین پارت لشکر می کشیدند و می خواستند پایتخت آن کتیسیفون را ضبط نمایند. در دوره لشکرکشی های همصف یولی سیزر، انتونی در یکی از محاربه های شدید جنگ ضد آرادی دوکی کرس را نابود ساخته بود، سرلشکری پارت ها فرانیپت هلاک گردید. در محاربه بهار سال 38 تا میلاد پسر شاهی پارت ها پکور قربان گردید که این غلبه را ریمی ها چون قصاصی سزاوار برای مرگ کرس می حسابیدند. در دوره حکمرانی امپراتور ریم اکتاویان اوگوست سال 20 پیش از میلاد بین ریم و پارت معاهده صلح به امضا رسید که مطابق عهدنامه نشانهای حربی، پرچم و رمزهای جنگی و اسیران باقی مانده مرگ کرس بازگردانیده می شد. به خاطر این نشان و رمزهای حربی در ریم تنتنه بزرگی آراسته شد که معنایش شرف حربی ریمی ها را پاسداشتن بود. همین طریق ضدیت امپریای ریم و دولت پارت پیوسته ادامه داشت و جنگ‌های شدید و آشتیناپذیر میان آنها با غلبه یکی و مغلوبیت دیگری انجام می‌یافت. در این مبارزه‌های شدید سرلشکران ریمی با تاکتیک جنگی، اصولهای مبارزه، نازکی‌های حمله و عقب نشینی و نوع‌های یراق و زره‌های مدافعوی پارت‌ها شناس شده در صنعت لشکرکشی و تاکتیک حربی خود دگرگونی‌ها وارد نمودند. این مبارزه‌ها اقتدار دولت پارت را کاهانیده، عاقبت به چندین غلبه‌های پی در پی ریمی‌ها و ضبط نمودن ктисифон آورده رساند. Римляне трижды захватили Ктисифон. При Трояне в 116 году, при Марке Аврелии около 164 года и при Септимии Севере в 198 году. Последнее столетие Парфянское царство оказалось на краю гибели, и нужен был лишь последний удар, восстание одного из властителей или сатрапов, чтобы оно пало.
Такой удар нанесли правители Парса, древней родины Ахеменидов. دولت پارت در جریان مبارزه‌های شدید با امپریای سلوکیان و دیرتر با امپریای ریم نه تنها تمدن آریایی را پشتیبانی کرد و رواج و رونق داد، بلکه بهترین عنصرهای تمدن اجنبیان را از بر نموده تأثیر متقابله دو فرهنگ را بنیاد گذاشت. دانشمند توانای انگلیس ترن در کتابش تمدن ایلینی تأثیر فرهنگی آریایی را به یونانیان چنین به قلم داده است: در این جبهه شرق فاتح خود را اسیر نمود که این روش شاید تا عهد مسیحیت به اوج انتها نرسیده باشد، ولی در طول تمام دوره ایلینیزم تا رفت گسترش می یافت. تاریخ دولتداری پارتها قریب 5 عصر ادامه یافت و به جای آن سلاله ساسانیان به سر قدرت آمده پشتیبانی تمدن و فرهنگ آریایی را بر دوش گرفتند. دولت پارت که بر اثر جنگ و جدالهای بیشمار با امپریای ریم خیلی ضعیف شده بود، پادشاه آخرین اشکانیان ارتبان 5 سال 224 در نتیجه زد و خورد شدید در همواری هرمزدگان از جانب اردشیر ساسانی شکست خورده، با همین دولت پارت با امپریای ساسانیان تابع و متحد شد. دیری نگذشته اردشیر بابکان شهر ктیسیفان تیسفون را پایتخت دولت ساسانیان قرار داد و امپریای پهناوری بنیاد نموده عنعنه هخامنشیان و اشکانیان را در گسترش تمدن آریایی ادامه بخشید. دولت پارت از روی اصالت فرهنگی، زبان و میراث ادبی، رسم و آیین و مذهبی خویش ادامه دهنده تمدن آریایی به شمار می رود. اگر هخامنشیان تمدن آریایی را در آغاز تشکلش شهرت جهانی بخشیده، قوم و قبیله های پراکنده آریایی نژاد و آریایی زبان را در قلمرو یک امپریای پهناور متحد ساخته باشند، اشکانیان پارت تمدن آریایی را از اثر ناگوار اصطلاح مقدونیان و شاید از خطر نابود شوی و به گوشه فراموشی افتادن نجات دادند. تمدن نوخیز ایلینی از دنبال سربازان مغرور و خودپرست اسکندر مقدونی دامن گسترده فضای فرهنگ و تمدن‌های موجوده قلمرو هخامنشیان را تنگ می کرد. برای سیاستمداران و کشورگشایان یونان و مقدونی دولتداری یونانیان شکل عالی ترین دولتداری عالم، تمدن و صنعت یونانیان والاترین فرهنگ بشریت و زبان یونانی شیواترین و مکملترین زبان ساکنان مغرب و مشرق بود و آنها حتی با زبان بیگانه حرف زدن را برایشان عملی ناشایسته می پنداشتند. هنگام اصطلاح اسکندر مقدونی گرچند زبان آریایی فارسی قدیم و زبان آرامی مقام نمایان داشته، در کارگزاری دولتی و کتابت رسمی اساساً خط آرامی معمول باشد هم با مرور زمان جای آن را خط یونانی و زبان یونانی تنگ می کند. در دوره حکمرانی سلوکیان نفوذ زبان یونانی و تمدن ایلینی افزوده، کارگزاری دولتی، نظام اداره کنی، اندازستانی و قانونگذاری اساساً به زبان یونانی انجام داده می شد. ولی کارگزاری دولتی را یک باره با زبان یونانی براه ماندن امکان نداشت، زیرا در قلمرو هخامنشیان نظام کارگزاری دولتی اساساً با زبان آرامی
و خط آرامی صورت گرفته. دبیران و منشیان به خط و زبان یونانی بلد نبودند. از همین لحاظ در ابتدای دولتداری هم اسکندر مقدونی و هم سلاله سلجوقیان مجبور بودند که برابر زبان رسمی یونانی از خط آرامی اساس و زبان آرامی و آریایی فارسی قدیم استفاده برند و موجودیت دو شکل کارگزاری رسمی تا اندازه هستی فرهنگ و تمدن آریایی را نگاه داشته در مقاومت تمدن ایلینی آن را حفظ می نمود. ولی با افزودن نفوذ زبان و قانونگذاری یونانی باز دیگر رکنهای مهم دولتداری علل خصوص نظام یگانه اندازستانی، پولی، اداره کنی و حفظ سرحد و غیره مساعدت نموده باعث تدریجاً گسترش یافتن تمدن ایلینی می گردید. البته نفوذ تمدن ایلینی از یک طرف به آمیزش فرهنگ شرق و غرب مساعدت نموده، علل خصوص در صنعت معماری، هیکل تراشی، شهرسازی، رسامی، تئاتر و نمایش‌های عاموی ارزش‌های والاتری را به تمدن آریایی وارد نمود. در معماری و آرایش عمارت، علل خصوص آرایش باشه سرستونها و ایوانهای محتشم، ساختن هیکل‌های خدایان و مجسمه‌های خرد و بزرگ ایزدان تأثیر هنرمندان یونانی افزود و در قلمرو پارتها شهرهای زیاد قامت افراختند. مثلا در عهد میتریدات دو 123 88 پیش از میلاد از جانب امپراتور چین او دی به دولت پارت اهل سفارت با نفوذ فرستاده شد که آنها و دیگر سفیرانی در عصرهای 2 تا میلاد آمده موجودیت زیاده از 100 شهر بزرگ و دارای مرکزهای تجارتی را در دولت پارت ذکر کردند. یا خود در شهر ktesiphon که یکی از بزرگترین مرکزهای تجارت و فرهنگی عهد پارتها به شمار می رفت، در قطار تاجران و سوداگران، صرافان و سودخوران، دکانداران و هنرمندان باز دسته های صنعتکاران و نمایندگان اهل فرهنگ میزیستند که در میان مردم اعتباری زیاد داشتند و رسم و آیین‌های ایدانه علل خصوص عید نوروز را با شکوه و شهامت خاص جشن گرفته سنت‌های آریایی عهد هخامنشیان را احیا می نمودند و محض رسم استقبال نوروز را شاهنشاهان ساسانی از اشکانیان پارت پذیرفته به عید بزرگی عمومی دولتی تبدیل دادند. ولی صرف نظر از همه این، مدنیت و ادبیات یونانی به تمدن پارتها تأثیر عمیق گذاشت. علل خصوص زبان و خط یونانی که در طول 100 ساله ها معمول بود به آمیزش تمدن ایلینی و آریایی مساعدت نمود. میراث فرهنگی و آثار ادبی عهد اشکانیان پارت در شکل اصل تا زمان ما خیلی کم رسیدند و بزرگترین خدمت پادشاهان پارت علل خصوص ولگیس یک و لخش یک زمان حکمرانیش تقریباً سالهای 51-77 میلادی در آن است که به یک مجموعه معین و مکمل ادبی گرد آوردن کتاب مقدس اوستا را براه ماند. جایی پوشیده نیست که در زمان استیلای اسکندر مقدونی نسخه های مکمل اوستا که در گنج شایگان شیز، دیجی نوشته های استخر، کتابخانه آتشکده نوبهار بلخ و دیگر آتشکده های مقدس حفظ و نگهبانی می شدند با امر اجنبیان تومه آتش گردید. محض با پشتیبانی
و دستگیری ولگیسی یک متنهای اویستا را از نسخه های پراکنده و زبانی موبدان و روحانیانی والا مقام زردشتی که پس به پسه از یاد می دانستند کتابت و مقایسه و تحریر نموده به یک شکل مکمل درآوردند. یکی از آثار ادبی گرانبهای دوره اشکانیان که به شکل داستان سروده شده است یادگاری زریران می باشد. یادگاری زریران داستانی پهلوانی و رزماوری آریا تباران بوده از روایت‌های اویستا و ضدیت بین شاه خیانیان ارجاسپ و شاه آریا زمین ویشتاسپ گشتاسپ سرمنشأ می گیرد. به قول دانشمند زبانشناس پروانه جمشیدف با یکی از زبانهای ایرانی آسیای وسطا که از عصر 3 قبل از میلاد تا عصر 2 میلادی در کارگزاری دولتی معمول بود، حماسه دوره ارشکی ها داستان دلانگیزی آیتکاری زریران سروده شده با خط آرامی نگاشته شده است. بار اول سال 1890 از جانب بنوینیست پس از تجزیه و نتیجه گیری های زحمت طلبی سمرفرجام آیتکار مورد نظر و واکنش ها قرار گرفت. در صدد این اندیشه بیکر موصوف به خلاصه مهم آمد که در بین آیتکاری پرفیانی و ساسانی تفاوتی نظررسی موجود است. بنوینیست به نقطه عطف آمد که آیتکار در سرآغاز داستان بود که در ایام ارشکی ها اشکانیان بر رشته تحریر کشیده شده بعدتر به دست کاتبی ساسانی افتاد که او در پیشارویش موجود بودن این اشعار را احساس نکرده این متن را با نثر شده‌بندی نمود. به این خاطر طبق آیین آن زمان به آن ضمیمه های علاوه کرد و تا اندازه زبان آن را تغییری شکل داد. یادگاری زریران نمونه پرارزش ادبی عهد پارت ها بوده از لحاظ جنبه اساطیری و روایتیش به فرهنگ آریایی و اویستا ارتباط دارد. ادبیات این دوره اصلاً با نام ادبیات پهلوی شهرت داشته ضمن تکمیل دادن خط آرامی در زمان شاهان پسین اشکانی با خط پهلوی کتابت شدند. زبان پارتی که یکی از زبانهای معمولی آریایی ایرانی بوده دیرتر به حیث زبان دولتی پذیرفته شد از لحاظ صوتیات و تلفظ از زبان آرامی فرق داشت و طبیعی است که من بعد ضرورت تکمیل خط پیش آمد. بنابراین به خط آرامی یک نوع تغییرات درآورده شد و در نتیجه تخمیناً در عصر 2 میلادی خط پهلوی به وجود آمد. خط پهلوی نوعهای گوناگون داشت از جمله پهلویک و پارسیک. خط پهلویک یعنی پارتی در زمان حکمرانی پارتها معمول بود. بعدی به سر حاکمیت آمدن ساسانیان 226 میلادی نوع دیگری خط فارسی میانه پارسیک معمول شد. بعضاً هر دو خط را خط پهلوی نامیده پهلویک را خط پهلوی اشکانی و خط پارسیک را خط پهلوی ساسانی گفتند. زبان پهلوی و ادبیات پهلوی که در عهد اشکانیان پارت پایه‌گذاری شده بود چون میراث مشترک قوم‌های فارسی زبان از جمله نیاگان خلق تاجیک اعتراف گردیده است. دو زبان دوره میانه ایرانی زبان فارسی میانه پارسیک و پارتی پهلوی شیوه های به همدیگر خیلی نزدیک بودند. اکثر یادگاری های ادبیات پهلوی در ابتدا به زبان پارتی پهلوی مرتب گردیده بودند ولی بعداً کاتبان آنها را به زبان فارسی میانه پارسیک موافق کرده
تحریر کردند و در همان شکل آنها تا زمان ما رسیدند. از اینجاست که ادبیات پهلوی میراث مشترک نیاگان خلق تاجیک و فارس‌ها به شمار می رود. آثار دیگری ادبیات پهلوی که قبلا با زبان پهلوی اشکانی انشا شده، سپس به زبان پهلوی ساسانی پارسیک تحریر و تکمیل و برگردان شده است، داستان منظوم درختی اسوری می باشد. این داستان در وزن هجا، مصرع‌هایش 10-15 هجایی آفریده شده، در شکل مناظره درختی اسوری، نخل خرمای سوریانی و بوز تألیف گردیده است. احتمالی آن می رود که این داستان قبلا جنبه شفاهی داشته، شاید در مذمت اشرافان اجنبی یعنی سلیوکی ها گفته شده است، زیرا درخت سوریانی به ارکان دولت و باششگاه مرکزی سلیوکیان که در قلمرو سوریه و بابل بود یک شباهت و نسبت عجیبی دارد. بر علاوه این طرز زندگی مردم چاروادار و زحمت پیشکی به روزگار مردم محلی تورانی هماهنگ بود در تمثال بوز افاده یافته است. امیدواریم که این قضیه از جانب عالمان، علل خصوص تاریخ نگاران و زبانشناسان و محققان ادبیات عهد قدیم مفصلتر بررسی خواهد شد. نخل خرما و بوز با نوبت صفتهای نیک، برتری، سود و منفعتشان را به مردم توصیف نموده یکدیگر را پست میزنند و مذمت میکنند. مناظره آنها از آب و رنگ بدیعی و تصویرهای خاطرمان بای بوده، توجه نگارنده به تمثال بوز بیشتر است. یعنی در این داستان در سیمای درختی اسوری اشرافان و حاکمان ذکر شده اند و در تمثال بوز مردم عادی و زحمتکش که عاقبت در مناظره غالب می آیند. جالب دقت است که درختی اسوری صاحب تنه خشک، ریشه پوسیده بوده، فقط ظاهراً سبز است. آن لحظه نیز جالب دقت است که درختی اسوری بیگانه، غیر وطنی می باشد. آثار ادبی یادگاری زریران، درختی اسوری و دیگر یادگاری های گرانمایه معماری و هیکل تراشی عهد اشکانیان گواه است که دولتی صاحب استقلال پارت فرهنگ و تمدن آریایی را عمری دوباره بخشید. فاصله بزرگی بیش از 200 ساله‌ای که بعد استیلای اسکندر مقدونی و سلاله سلیوکیان در میان دولتداری و تمدن آریایی افتاده بود، محض با تأسیس یابی و تلاش‌های پیگیرانه اشکانیان پارت خاتمه یافته، رابطه استواری معنوی میان سنت دولتداری آریایی ها، هخامنشیان پارس و اشکانیان پارت برقرار گردید و اصالت دولتداری آریایی را بعد نفوذ تمدن ایلینی محض دو دولتی صاحب استقلال نوخیز، دولت یونانی اساسی باختر و دولت اشکانیان پارت پشتیبانی نموده تمدن آریایی را ادامه بخشیدند. ولی در نزد چرخ تاریخ و گردش ایام یگان رسالت پاینده و بابقا نیست. از قضای تقدیر و امر تاریخ به جای دولت یونانی اساسی باختر سلاله کوشانیان و به جای دولت پارت سلاله ساسانیان به عرصه هستی آمدند که آنها نیز ادامه دهنده دولتداری و تمدن آریایی در آسیای میانه و شرق نزدیک به شمار می روند. دولت کبیر کوشانیان
و مقام عام در تشکل دولت و دولتداری نیاگان تاجیکان. تاریخ هنگامه‌های بسا عجیبی دارد که به نظر سهل و عادی می نمایند، ولی در اصل این هنگامه‌ها چون سرآغاز واقعه‌های بزرگ خدمت نمودند. سفری افسر و سیاحی چینی چژن تسیان که هنوز 22 عصر مقدم به کشوری آسیای میانه صورت گرفته بود، عیناً با این گفته ها دلیل مناسب است. تقریباً سال 123 پیش از میلاد، بعد زیاده از 15 سالی بی نام و نشان گشتن، چژن تسیان، ندیم زیرک و افسری خاصه امپراتور او دی 140-87 پیش از میلاد که به کشورهای دور و دستنارس غربی رفته بود، عاقبت از این سفری دور و دراز به پایتخت چین شهر لاین برگشت. موافق اخبار سالنامه خطایی تسیان خان شو، تاریخ سلاله پیشینه خان، در باب زندگی نامه چژن تسیان آمده است که آنها در هیئت سفارت زیاده از 100 نفر به راه برآمده، بعد گذشتن سالهای طولانی تنها 2 نفر، چژن تسیان و خدمتگارش گنفو، از اولاد تنی بازگشتند. امپراتور او دی و اهل دربار، عالمان و اشرافان با نفوذ از نقل هنگامه‌های سفر و دیده و شنیده های چژن تسیان به حیرت می افتادند. آنها گمان داشتند که امپریای چین یگانه دولتی بزرگ و پیشرفته جهان است و در اطرافش قبیله های سیرشماری کوچمنچی خونهای و یویچ ها عمر بسر می برند و کنارتر از مرزهای چین شهرهای آباد و ملکهای متمدن وجود ندارند. ولی چژن تسیان از شهرهای آباد و آوازداری باختر و سوخت و دوان فرغانه نقل می کرد و آنها نمی دانستند که به قصه های شنیده اشان باور کنند یا نه. هدف اصلی از این سفر جستن و یافتن سرزمینی بود و باشی یویچ ها بود که آنها نیز چون امپریای خیتای دشمنی قتالی خونهای توانا به شمار می رفتند. امپراتور او دی جرأتی با خونها سربسر شدن نداشت و از این رو در سیمای یویچ ها اتفاقچی احتمالی را دیده میخواست توسط این هیئت سفارت رازگی آنها را برای یک جای جنگیدن به مقابل خونها بگیرد. Бежавшие юйджи хотели отомстить гуннам, но у них не было союзников для нападения. В это время император династии Хань собирался уничтожить гуннов и, узнав об этом, сказал: «Я хочу завязать с ними, юйджи, сношения, но пути к ним идут через гуннов». шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори 41-ро аз китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён» шунидед. ровӣ ализода абдурашиди хоҷамқул, коргардон шералии навзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.